از فراز قوله اقبال ما میدمد خورشید استقلال ما. هدیه یزدان بهشت ما وطن، شه کتاب سرنوشت ما وطن. عطر جوی ملیان و نکهتش ما ز شهر رودکی بوییده ایم. ما همه از آب رودک خورده ایم. ما ز درد رودکی روییده ایم. ما ز درد رودکی روییده ایم. درد شیرین، درد ملت آفرین، درد بالا، درد زیبای وطن، درد عالمساز عشق جاودان، درد دیری، درد احیای وطن. عشق تو در خون ما، در جان ماست. عشق تو در شهرگ ایمان ماست. آفتاب عشق آتشبار تو جوهری آینه عرفان ماست. چیست استقلال؟ عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن، در زمین شهرت آزادگان دانه مهر و صداقت کاشتن. از فراز قوله اقبال ما میدمد خورشید استقلال ما. هدیه یزدان بهشت ما وطن، شه کتاب سرنوشت ما وطن. حالی وقتی که مثلا همین روزای جشن تاجیکستان من اصلا دیگه گوش میکردم که شعر نشنم. اول اینکه اکثر شعرها بسیار خراب بودن. با وطن گفتن، با کن گفتن دهن یک کس شیرین نمیشه. با وطن گفتن ما وطن نمیسازیم. وطن یک نفر، دو نفر، 1 میلیون ساختن نمیتونن. وطن ملت میسازن. ما هست نکام دستیار هست بو؟ یک از دیگه بودن نه؟ شما بودن بابا. نه نکه سلطان حسین محمدی از ولایت کابل افغانستان. زندگی فصل خزان است بر سرم، روز و شب بار گران است بر سرم. من خودم اینجا و دل جای شما، من خودم اینجا و دل جای شما، جسمم اینجا هوش دنیای شما. کی شود روزی که آیم نزد تو، کی شود روزی که آیم نزد تو، سیر گردم از نگاه مست تو. گرچه آن روزی که آیم دیر نیست، گرچه آن روزی که آیم دیر نیست، با تو بودن هیچ من را سیر نیست. زین سبب لحظه شماری میکنم، گاه آه و گاهی زاری میکنم. هر زمان گویا قیامت میشود، هر زمان گویا قیامت میشود، قلبم از هر سو ملامت میشود. اندکی سویم نظر کن ای عزیز، اندکی سویم نظر کن ای عزیز، خود ز حال من خبر کن ای عزیز. بسیار شعر خوب است دیگه. برای این سن سال، برای اون که پیشت نیست. مثلا من کوشش کردم که در شعرات اون جرمای بزرگ پیدا کنم که تنقیدت کنم. من قاعده من بخیرم نیفت. مبارک باشم، سلامت باشم. مثلا من در مسئله وقت شما میخوام بگم که بگو خورشید را با مه ندیدی؟ هیچ وقت نمیبینی خورشید با مه. بگو خورشید را با مه ندیدی؟ شکوه کوه را در که ندیدی؟ تو که دیر آمدی تا من پیاده جوانی مرا در ره ندیدی؟ جوانی من ندیدید بگین که من وقتم بهوده صرف نکردم، نه که در یک جوش بسیار وقت بهوده صرف کردم. شما وقتتون بهوده صرف کردم. سلامت باشید. با واسطه زیبایی ما نمیتونیم عالم از مرگ نجات دهیم. اون چی که داستایوفسکی گفته بود، ما وقت با واسطه زیبایی عالم از مرگ نجات میدیم که این زیبایی سخن باشد، این زیبایی شعر باشد، این زیبایی خرد باشد. و امروزنگی بزم شعر ما، یعنی که درس شعر ما در دانشگاه طبی به همون خاطر بود که بنیادگذاری صحتی جهان بشر ولی سینا با واسطه سخن است.